ایشون میخوان از انرژی خورشید استفاده کنن. آها چرا؟ نه نمیشه، خجالت میشه. بعد انرژی خورشید میخوای استفاده کنیم، بعدها دیگه استفاده از نفت لازم نیست، بعدها دیگه استفاده این حرفا را چی میزنیم که تصویری تو رادیو نگن، اینا تو همون رعیتا بگن دیگه، تو رادیو نگن که مردم بشنون، حتی نجف هم بشنون اینجا، اروپا هم بشنون اینجا بشنون. این آقا میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بیم، ولی تو چراغ نفتی رو هم چرا روشن کنید؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقصال مردم است. ای افسوس، از چیز خورشید چیزی میخواد تولید کنه. افراد نادان و خودشیفته معمولا دیگران را مسخره میکنن. شنیدید، فهمیدید که چه بودید، چه داشتید، از دست دادید، بعد چه به دست آوردید. یک انسان کاملا آگاه و بعد نظرش تا دروازه اروپا و جاهای دیگه میرسند و یک انسان کوته نظر بی سواد آفتاب به دستی که ایران را به قهقرا برد. 47 سال الان شما دارید میبینید. اینم نتیجهشه.